آموزگاران ایرانی در بیش از 50 شهر این کشور جمع آمد اعتراضی دایر نموده بالا بردن معاش و بهبود شرایط کارشان را طلب کردند. طبق گزارش‌های رسیده گردهمایی‌های آموزگاران در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، قم و دیگر شهرهای جمهوری اسلامی جای داشته است. آموزگاران از آن ناراحت بودند که مقامات بر روند تعلیم دخالت می‌کنند. همزمان اعتراضگران طلب کردند که آموزگاران بازداشت شده رها گردند. تقاضای دیگری معلمان گرد آمده تطبیق سریعتری برنامه رده‌بندی معاش معلمان بر اساس تجربه و دستاوردهایشان بوده است. آنها می‌خواهند به زودترین فرصت میزان نفقه به معاش معلمان فعال پیوند شود. بعد زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم، بعد زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم. هفته‌های اخیر آموزگاران در چندین شهر و منطقه ایران گردهمایی‌های اعتراضی دایر نمودند. در بعضی شهرها آنها را بازداشت و حبس کردند. تقاضاهای آموزگاران به دوره راست آمده است که ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار داده، میزان تورم در این کشور خیلی بلند است. ماه گذشته در پی اعتراضهای دوامدار که به نظام معارف جمهوری اسلامی تأثیر نموده بود، پارلمانت ایران قانون قبول کرد که معاش معلمان بالا برده شود. حکومت ایران وعده می‌دهد که طلبات این قانون به زودی اجرا می شود.